سلام دوستان، ماهان هستم از چنل استارت مانی. امروز با آموزش نصب فایلسازی فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان در خدمت شما هستم. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت فراموش نشه. دوستان حتما تا آخر ویدیو رو تماشا کنید، چون در آخر ویدیو نکته‌هایی رو خدمتتون عرض میکنم که میتونید باهاش به مدت نامحدود از فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان استفاده کنید. دوستان ابتدا برای دانلود فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان وارد فروشگاه پلی میشیم. عبارت اکسپرس وی پی ان رو سرچ میکنیم و از این قسمت فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان رو دانلود میکنیم. دوستان لینک این فیلتر شکن رو تو دسکریپشن قرار میدم و میتونید از اونجا هم دانلود کنید. دوستان بعد از اینکه فیلتر شکن دانلود کردید وارد فیلتر شکن نمیشید، زیرا باید قبلش به یک فیلتر شکن دیگه متصل بشید تا فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان بهتون گیر نده. دوستان توصیه ما به شما این فیلتر شکن است که به سرور فرانسه متصل بشید. بعد از اینکه متصل شدید وارد فیلتر شکن اکسپرس وی پی ان میشید. با همچین محیطی روبرو میشید و روی این گزینه کلیک میکنید که میگه استارت کنید 7 روز رایگان از فیلتر شکن ما استفاده کنید. ما روی این گزینه کلیک میکنیم و اینجا یک جیمیل فیک وارد میکنیم و روی گزینه استارت فری تریال کلیک میکنیم. منتظر میشیم تا صفحه لود بشه. دوستان صفحه بالاخره لود شد. بعد از یه چند دقیقه، چون اینترنت من ضعیف بود، بعدی که صفحه لود شد با همچین محیط روبرو میشید و روی گزینه نو کلیک میکنیم. این منو رو هم روی گزینه نو کلیک میکنیم و اینجا از ما میخواد که روی گزینه اوکی کلیک کنیم تا تست کنه ببینه فیلتر شکن با دستگاه ما سازگاری داره یا نه. و روی اوکی کلیک میکنیم و اینجا به ما درخواست اتصال میده و ما روی گزینه تایید کلیک میکنیم. خب دوستان، همونطور که دیدید به همین راحتی فیلتر شکن ما ساخته شد. بعد از 7 روز میتونید کش فیلتر شکن رو پاک کنید، فیلتر شکن رو حذف کنید و از گوگل پلی مجددا دانلود کنید و با یه سرور دیگه مثل سرور کشور ایتالیا، چین یا هلند دوباره ثبت نام کنید تا فیلتر شکن به شما گیر نده. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت فراموش نشه.